مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 37 واقع در جامعه دهاتی چنار یکی از مرکزهای مهم تعلیمی در منطقه به حساب رفته در رشد معرفت اخلاقی و ذهنی نسل نورس سهم ارزنده دارد. این مؤسسه با محیط سالم تعلیمی، آموزگاران با تجربه و شرایط مساعد درسی جای نمایان را در بین مؤسسه‌های تعلیمی جماعت اشغال می‌کند. در مؤسسه صنفخانه‌های روشن و وسیع فعالیت دارند. کتابخانه با شماره کافی کتاب‌های درسی و بدیعی تامین بوده آموزگاران و خوانندگان می‌توانند از آنها برای تحصیل و کارهای علمی استفاده برند. لابراتوری‌های فنی از جمله لابراتوری فیزیک، شیمی و بیولوژی با اسباب‌های ضروری تامین بوده به خوانندگان امکان می‌دهند تجربه‌های عملی گذرانند. همچنین مرکزی کامپیوتری و شبکه اینترنتی فعال بوده برای آموزش مهیا میباشد. به مربی زیریگردان معتبر نتوان شدن ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. بنده آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 37 جماعت دهاتی چنار دهه چنار نوریموف حبیب‌الله میباشم. امروزها ما آموزگاران پیوسته زیر هدایت‌های سرور معظم ملت جناب والی محترم امام علی رحمان کار و فعالیت آموزگاری را وسعت می‌بخشیم و برای تعلیم و تربیت نسل نورس پیوسته کوشش‌ها کرده ایستاده‌ایم. امروزها در مکتب ما آموزگاران از فن‌های گوناگون و طالب علمان درس می‌گویند و خوانندگان ما امروز در جاده علم و تکنیک نوگانی البته پیشرفت میباشند و در آزمون‌ها شرکت می‌ورزند. اینچنین گیرنده استیپندی پرزیدنتی در مؤسسه نیز موجود دارد و ما برای غمخواری پیشوای معظم ملت با علم و دانش، عقل و ذکاوت همین ترتیب انتظامی نمونوی به نسل آینده مملکت تعلیم و تربیت می‌دهیم. السلام علیکم. من آموزگار فن تاریخ رضا دلشاد در عین حال در مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 37 یعنی کار و فعالیت خود را میبرم. در عین حال در این مؤسسه با کار مدیر کتابخانه فعالیت میکنم. در مؤسسه خوانندگان ما با تمام کتاب‌های درسی تأمین گرفته شده است و از طرف شعبه معارف و ما 390 کتاب‌های درسی دسترس کرده شد. این کتاب‌ها را ما پوره به خوانندگان سپاریدیم. در عین حال به ما کتاب‌های ابوالقاسم فردوسی شاهنامه دسترس کرده شد که اینم تحفه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میباشد که ما شهروندان تاجیکستان و کتاب بزرگی ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را دسترس کردند که ما مردم تاجیک باید که تاریخ خود خلق تاجیک را بگذار که بدانیم و خوانندگان این کتاب ها را خوانده معنای این کتاب شاهنامه را پوره بیان کنیم. آموزگاران مؤسسه دارای تخصص خوب بوده با استفاده از اصولهای اینواسیونی به خوانندگان معرفت زمانوی می آموزند. سطح دانش خوانندگان در اساس نتیجه سنجش‌های دوری و امتحانات دولتی قناعت بخش ارزیابی می شود. خوانندگان مؤسسه در المپیادهای ناحیوی و ولایتی فعالانه اشتراک نموده جایهای افتخاری به دست می‌آورند که این از مسئولیت بلند و زحمت آموزگاران گواهی می‌دهد. امروزی موضوع متمتیکم عدد و رقم 5 کنی کی میگه حاصل شوی عدد 5 رو نمبر میکنه چند بچه که جمع کنیم مگر فقط دست برداشته اجرا میکنیم. مثلا اینجا من نویستم 4 جمع 1 چند 5 3 جمع 2 5 اکنون کی مثلا تحقیل می‌کرد درباره عدد رقم 5 درستم جناب؟ دو و 3 دست برداشته دو و 3 چی بود؟ 5 چی داشتیم؟ 3 سیب داشتیم با چکو کردیم؟ کنیم؟ دوام بید دوتا یالا دوتا خوش کردم 5 حاصل شد 5 4 جمعی 5 5 4 تا سیب داشتم یک تا خوش
کردم 5 دست. آفرین. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آفرین. یک جمعی یک برابر دی دو. دو جمعی یک برابر دی سه. سه جمعی یک برابر دی چهار. چهار جمعی یک برابر دی پنج. پنج جمعی یک برابر دی شش. شش جمعی یک برابر دی هفت. هفت جمعی یک برابر دی هشت. هشت جمعی یک برابر دی نه. یک رقم اولین اصای چوپان باریم. السلام ای مردم با ننگ و آر این دیار. السلام ای نور استقلال و فیض بشمار. با صداقت بر سخن برخواستیم. السلام ای هم نوای و هم فضای و هم دیار. 11 نفر بچه ها نشسته در کرسی. 5 نفرش دخترچه، چند نفرش پسر بچه، 6 نفرش پسر. ایلک از چه بسیم از این اسباب قدیم است. ایلک های فراشی از بابایی کریم. در مغز جان تن در وجود من چون ادمه و زن به جای شدین سخن وطن وطن وطن. خاک و هوای تو، آب و سمای تو، صدق صفای تو، جان بخشدم وطن و وطن وطن وطن. ای وطنی ما تو دل ربایی، ای گلشنی ما تو دل کشایی. پندی تو را ما داریم درگاش نکرده اصلا آن را فراموش. برای مایان مهربان مادر دادی دوستان کتاب و دفتر کتاب دفتر. خوشرز مادرم دلسوز مادرم گنج یگانم خوشرد خواورم. اعمال پانه سیم با ظریف و سیف الله به شما ستافرین محمد الله لطف الله. وقتی که ما به منزل برگشته آمدیم از نیم شب 3 ساعت گذشته بود. در اینجا سر جمله از نیم شب 3 ساعت گذشته بود. ما به منزل برگشتیم. جمله چی بود است؟ توبه. جمله توبه. وقتی که چی میشه؟ سر جمله ما از نیم شب 3 ساعت گذشته بود. جمله مرکبی توبه. علامتی ویر کن. در اینجا چند جمله جدا شده است؟ دو جمله استادم آمده گذشته بود. من علامت های توبتی اساسا در اینجا کدام باید؟ نقطه علامت سوال می باشد. علامت بیان 2 نقطه قرص نقطه ویرگول. علامت خطاب علامت سوال. در زبان تاجیکی چند تا حصه نطق است؟ جواب بده. در زبان تاجیکی 10 تا حصه نطق است. نامبر کنید. حصه های نطق به 2 گروه جدا میشوند. یاری دهنده و مستقل. حصه های نطق مستقل اسم، صفت، جانشین، ظرف، فعل. ظرف جانشین ظرف میباشند. حصه های یاری دهنده نطق پیوندک، حصه چپ، پسآیند و پیشایند میباشند. عزیز امروز موضوع اساسی ما قانون های نیوتن. قانون یکم نیوتن اینرسیا و قانون دوم نیوتن قوه میباشد. چخیلی که به همه ما معلوم است. عالم انگلیس ایساک نیوتن در حیات و فعالیت خود 3 قانون اساسی را برای ما کشف کرده است. قانون یکم آن اینرسیا میباشد. قانون دومش قوه و قانون سوم آن تاثیر عکسی تاثیر قوه میباشد. قانون یکم نیوتن اینرسیا درباره چی به ما معلومات میدهد لازم میفهمیم. اینرسیا از کلمه یونانی گرفته شده. معنایش به حرکتی، به فعالیتی، آرامی جسم میباشد. جسم تا آن وقت حالت آرامی خود را نگاه میدارد که برای از بیرون یگان قوه بیرونه تاثیر نرساند. مثلا میگیریم وقت زنه که دفتر در حالت آرامی ایستاده است. اگر ما با تاثیر قوه بیرونه دست خود و این تاثیر رسانیم دفتر در این حالت حاضر جسم است و این جسم ما با قوه دست خود تاثیر رسانیم آن از حالت آرامی یعنی که از حالت اینرسیلی چکار میکند؟ میبراید. یعنی که به طور چی؟ به تاثیر قوه چی؟ بیرونه ما. اکنون جسم تا آن حالت آرامی خود را نگاه میداشته است
تا ماهان قوه بیرونی نرسانم همون وقت حالت آرامه میفته. خب باز کی پراتر میکنه؟ کنی محسنه؟ وقتی که جسم دارای میز به حالتی اینرسیوی میستد ما باید از بیرون با قوه دست تاثیر میکنه و از قوه از حالت اینرسی میبره. آفرین شینه. برمیگرده و موضوع یعنی که قانون دیوم نیوتن این قوه میباشد. قوه گفته ما چی رو در نظر داریم خوانندگان عزیز؟ وقت از آنه که ما کلمه قوه رو میشنویم کدام حالت ها به پیش نظر ما می آید؟ قوه یعنی که چیست؟ کنی مرحمت قوه ها چند نمود می شوند؟ قوه چیست؟ اینرسی و قوه خود قوت رو میفهمیم بزرگی رو میفهمیم خیلی شینه قوه من با حاضر شما با پراتر معلومات میدیم از حساب آنه که شما سال اول از فیزیک رو میخوانید این فنی نو است برای شما اکثریت بزرگی های فیزیکی را حالی با پررگی از خود نکردگی هستید قوه این قانون دویومی عالم انگلیس ایساک نیوتن بوده قوه را با بزرگی F اشارت میکنه چخلکی به شما گذاشته بودیم هر یک بزرگی فیزیکی با حرفهای لاتینی چکار کرده می شود؟ اشارت کرده می شود و با واحدهای سیستم بین الخلقی چکار میکنیم؟ اشارت میکنیم قوه را با حرف F اشارت میکنیم و در سیستم بین الخلقی به صفت واحد قوه یک نیوتن قبول شده است برای چی یک نیوتن؟ چون که به شرف عالم انگلیس ایساک نیوتن گذاشته شده است یعنی که نامگذاری کرده شده است همکنون قوه را شرح میدهیم از روی قاعده های فیزیکی قوه گفته حاصل ضرب مس را بر شتاب جسم مینامند و آن را با فرموله چنین حاصل میکنیم یعنی که قوه را با حرف F اشارت میکنیم و فرمولهش M ضرب A یعنی که حاصل ضرب مس را بر شتاب جسم چی مینامیم؟ قوه مینامیم و فرمولهش را نیوتن گفتیم نیوتن را حاصل میکنیم از روی فرموله M در اینجا چیست؟ مس واحدش چیست؟ واحد مس چیست؟ کیلوگرم واحد مس کیلوگرم است در اینجا A چیست؟ ما گذاشتگی هستیم کدام بزرگی است؟ شتاب آفرین با واحد شتاب چی بود؟ از روی موضوع های گذشته متر تقسیم ثانیه در کوادرات در نوبت خود یک نیوتن را حاصل میکند اگر به شما سوال آید که یک نیوتن به چی برابر است گفته شما معرفی میکنید که یک نیوتن با کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه در کوادرات چی است؟ برابر است میگیم خیلی که از موضوع های گذشته به ما معلوم است ما برای حل مثال مسئله ها از فرموله چیکار میکنیم؟ فرموله حاصل میکنیم برای از روی فرموله قوه یافتن ماسه ما چیکار میکنیم؟ برای یافتن ماسه ما چیکار میکنیم؟ پیش از برابری رو به کجا میبراریم؟ صورت یعنی که چی میشود؟ F تقسیم اکنون از روی فرموله واحدش را حاصل میکنیم F قوه واحد قوه چی بود؟ واحد قوه یک چی بود؟ یک نیوتن خب نیوتن رو مینویسیم در اینجا A چی بود؟ شتاب واحد شتاب چی بود؟ شتاب متر ثانیه در کوادرات آفرین متر تقسیم ثانیه در کوادرات اکنون نگاه کنید متنبانو در اینجا ما با مس آمدگی هم یعنی که واحد مس چی بود؟ کیلوگرم در اینجا کیلوگرم نیستن برای کیلوگرم رو حاصل کردن ما نیوتن رو چیکار میکنیم؟ میکشویم یک نیوتن با چی برابر شد؟ با کیلوگرم متر ثانیه در کوادرات برابر شدن همین رو چیکار میکنیم؟ مینویسیم کیلوگرم ضربی متر تقسیم ثانیه در کوادرات صورت بودگی خودش چیکار میکنه؟ مخرج بودگی چیکار میکنه؟ خودش مینویسیم اکنون متنبانو نگاه کنه واحدهای یخله رو چیکار کرد؟ کیلوگرم حاصل میکنیم واحدهای یخله رو اختصار میکنیم و چی حاصل میشود در اینجا؟ کیلوگرم واحدی چی حاصل میشود؟ ماسه حاصل میشود شینه آفرین در برابر تعلیم
ба тарбия ва фарҳанг низ таваҷҷӯҳи хос дода мешавад. маҳфилҳои гуногуни фаннӣ, варзишӣ ва бадеҳӣ амал мекунанд ки хонандагон аз рӯи шавқу истеъдод иштирок менамоянд. чорабиниҳои фарҳангӣ ба монанди рӯзи модар, ҷашни наврӯз, рӯзи дониш ва дигар саҳнаҳои муҳим бо шукӯҳ баргузор мегардад ки ба баланд бардоштани маърифати миллӣ мусоидат мекунад. من خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 صنف 9A سلطان دلشاد در المپیاد شهری از نامیناسی متماتیکا اشتراک کردم و در آن جای دوم را اشغال نمودم. من اسرائیل مدینه خواننده صنف 7A از فن زبان مادری در المپیاد اشتراک کرده جای سوم را گرفتم. بعد من میخواهم که در مسابقه ولایتی جای گرفته نام مؤسسه را بلند دارم. من محموده و جسمینه خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 از دهه چینار جماعت دهاتی چینار دو کرته گیرنده استیپندیای پرزیدنتی از شهر پنجفین می باشم. پیش از همه مینداری به پایان خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می رسانم که برای ما جوانان چنین آزمون‌های زیبا و دلانگیز را بهر ما جوانان تیار نمودند و در یکی از پیام‌هایشان ابراز نمودند که جوانان قشر فعال جامعه بوده آنها ادامه دهنده کار و پیکار کلانسالان می باشند. ما برای جوانان تمام شرایط‌های را مهیا سازیم که تمام دانش‌ها را انداخته بهر پایداری صلح و ثبات جامعه نقش فعال را بازند. من همچون جوان دختر تاجیک وعده می‌دهم که نسل وطن دوست و وطنخواه به وایه رسیده برای گلگشکوفایی تاجیکستان عزیزم سهم ارزنده خود را گذارم و در دیگر آزمون المپیادها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردم و آبروی استادانم و پدر و مادرم گردم. با دستگیری راهبریت مکتب و جماعت دهات چینار یک قطار کارهای آبادانی سازندگی عملی شدند. حولی مکتب تازه و سبزکاری شده است. صنفخانه‌های تعمیر جاری از تعمیر جاری گذشتند. جهازهای درسی نوسازی گردیدند.